الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظیم. به نام خداوند جان آفرین. عزیز سلام و درود خدمت یکایک بیننده ها و شنونده های عزیز و ارجمند. خرسند و خوشحال هستم شما را با خود دارم و سپاسگزار هستم که بیننده و شنونده برنامه ما هستین. دوستان عزیز، عنوان بحث ما باز هم از فاروق اسلام است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یکی از یاران جان نثار نبی علیه السلام و از خلیفه دوم اسلام، شخصیتی که باید راهش ادامه پیدا بکنه و به او اقتدا شود تا شخصیتی برازندهی برای خود تشکیل بدیم تا نزد الله سربلند و سرفراز حشر شویم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سخت با نفس خود حساب میکرد. روزی از روزها از فراز منبر در ملأ عام در محضر صحابه استاد میشه. چی میگه؟ میگه عمر کسی است گوسفند میچراند، عمر کسی است که شتر میچراند، از شدت گرسنگی ایزم میزد، ایزم جمع میکرد، خس و خاشاک جمع میکرد، میرفت به خاله ها و عمه های خود ایزم جمع کرده میبرد در عوض یک لقمه نان. عمر کسی بود که در عوض یک لقمه نان پشتاره های ایزم حمل میکرد، 5-6 تا خرما و چند تا کشمیش میگرفت. عمر کسی بود که شتر میچران در وادی مکه و وقتی که به خانه به خاطر خوردن غذا می آمد پدرش بر او سخت میگرفت. عمر کسی بود که پدرش او را هر روز سرزنش میکرد که چرا شترها را در دشت ماندی و خودت آمدی در مکه، اگر شترم گم شود بازم رایت کار دارم. بچهش پیشش میاد، ای امیر المؤمنین، تو پادشاه روی زمین هستی، این پاس کجا شد؟ این گپا را نزن، تو خلیفه اسلام هستی، خلیفه مسلمان هستی. حضرت عمر برش میگه بچه، نفسم سرکشی کرد، یک احساسی برم رخ داد که اینه تو خلیفه شدی، تو خود پادشاه شدی، تو بزرگ همه شدی. خواستم نفس خود تربیت کنم، خواستم نفس خود تحقیر کنم، خواستم نفس خود کوچک بشمارم. امروز چقدر نفسای ما کلکشک میکنه. در یک مجلس وقتی حاضر شیم خود خیلی کش میکنیم، خیلی خود بزرگ جلوه میتیم، در حالی که انسان مؤمن باید همیشه دیگران از خود بالاتر بدانه، همیشه خود از دیگران کم فکر کنه، خود گناهگار، خود متواضع بدانه. یکی از رمز موفقیت که ما شما بارها اشاره کردیم 7 نشانه داره رمز موفقیت، یکش تواضع هست. کمال تواضع را حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داشت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه می فرماید وقتی انسان از خانه بیرون میشه چنان گناه می داشته باشد چون جبل تهامه، چون کوی تهامه، اما وقتی که لحظاتی در مجلس علم می رسند و کلماتی را از استاد و از عالم و از شیخ الحدیث و از حلقه درس و تفسیر و فقه و امثال از اینا فرا میگیره، دوباره قسمی به خانه بر میگرده که هیچ گناهی گویا نکرده باشه. این خود بیانگری مجالس علم است که ما همیشه اشاره کردیم که من حیث یک مسلمان هر روز برنامه‌ای داشته باشیم، حد اقل 1 ساعت، اگر 1 ساعت فرصت نداریم نیم ساعت، یک مسلمان باید برنامه علمی داشته باشه، باید به حلقات علمی بره، باید به مجالس علمی اشتراک بکنه. و هر انسانی که روزانه 1 ساعت یا نیم ساعت برنامه علمی داره، یادتان باشه این انسان الله بیمه میکنه. این انسان دیگه اجازه نمیده لقمه حرام به معده خود و خانوادهش بره. این انسان دیگه اجازه نمیده که قلب یک بنده مسلمان بیازاره. و هر مجلس علمی را الله تقدیر میکنه، الله ستایش میکنه. نبی علیه الصلاة والسلام میفرماید مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یذکرون الله تبارک و تعالی و یرغبون الیه. هیچ مجلس علمی در دنیا تشکیل نمیشه در خانه از خانه های الله که در او یاد خدا شود، مجلس علمی تشکیل شود، بحث از قرآن و از حدیث
از فرامین خدا و رسول شود مگر الا حفتهم الملائکه، فرشته ها او را احاطه میکنه. و غشیتهم الرحمه، رحمت خدا در اونجا چی میکنه؟ نازل میشه. و نزلت فیهم السکینه، سکینه و اطمینان و آرامش روحی و قلبی بر اونها مستولی و چیره میشه. و ذکرهم الله فی من عنده، الله نام از او را نزد خودش میگیره. فلانی ولد فلانی در مجلس علم اشتراک کرد، در مجلس قرآن، در مجلس فقه، در مجلس حدیث، در مجلس ذکر الله اشتراک کرد. الله نام از او را به بزرگی یاد میکنه و نزد الله در محضر الله نامش و ولدش گرفته میشه. پس شما چی فکر میکنین وقتی نام ما لستش به الله تقدیم شود در حضور فرشته ها و انبیا، آیا از این سعادت بیشتر، از این فضیلت بیشتر بوده میتونه؟ حضرت عمر میگه وقتی انسان از خانه بیرون میشه کوهی از گناه را حمل میکنه که بزرگتر از جبل تهامه میباشه، اما وقتی به مجلس علم میره، به مجلس ذکر میره، به مجلس تربیت و تزکیه میره، وقتی بر میگرده گویا گناهی را مرتکب نشده باشه. پس بیاین این رمز بزرگی را کسب کنین. هرگاه میخواهیم الله ما را بزرگ بسازه این 4 کار از دست ندیم. اول علم، دوم عبادت، سوم تدریس، 4م تالیف. اگر دوی اخیر نمیتونیم دوی اول میتونیم. علم کسب کنیم، هر جا مساعد شوه. الحکمت ضالة المؤمن، الحکمت ضالة المؤمن، علم و حکمت منشود و گمشده مؤمن است. هر جا که پیدا کردی برو بیاموز. برابر است که زبان ما باشه، زبان تو باشه، زبان خرد، از زبان کلان خو حق باشه، راست باشه، واقعیت باشه، باشه فرصت بدیم تا الله از ما راضی شود و تا گناه های ما بخشیده شود و تا بتانیم خود از حرام نگاه کنیم، از حرام نجات بدیم. پس حضرت عمر همیشه با نفس خود محاسبه میکرد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هر باری که نفسش کلکشک میکرد، به اصطلاح عامیانه بگیم نفس سرکشی میکرد، در ملأ عام نفس خود سرزنش و سرکوب میکرد. و حضرت علی میگه با نفس خود محاسبه کنین پیش از اینکه میزان محاسبه مانده شود و مجال برای محاسبه نباشه. پیش از اینکه روز قیامت فرا برسه از دنیا چشم بپوشیم، پیش از باید با نفس محاسبه کنیم تا نزد الله ما سرفکنده و شرمسار محشور نشیم. به هر صورت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به حد خوف از خدا داشت، به حد از خدا می ترسید که قحطسالی در سال 18 هجری قمری آمد. به حد قحطسالی بود که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با خود عهد کرد که تا وقتی که مسلمان ها از قحطسالی نجات پیدا نکنن غذای موزون نخورن. خب غلامی که داشت برای شیر آماده میکرد، روزی از روزها امو شتری را که مخصوصی شیر دادن و یا شیر جوشیدن به حضرت عمر بود، ایرا شیرش توسط چوچش مکیده شده بود. بالاخره غلام حیران میمونه که آلی به حضرت عمر چی باید بیاره. میره از شیر بیت المال برای حضرت عمر میره. وقتی این شیر حضرت عمر استفاده میکنه، منوشه احساس میکنه، میشناسه، میگه این شیر شتر من نیست. میگه بله این شیر شتر شما نیست، این شیر بیت المال است. میگه آتش میخورانی بر بالای من. آتش خودش امیر مسلمان است، بر بیت المال حق داره، ولی تقوا و خوف از خدا به حدی است. میگه تباه شوی وی حق هلاک شوی، بر ما آتش میخورانی. نمیخوره، با وجودی که گرسنه هست، قحطسالی هست، ولی از بیت المال استفاده نمیکنه. بیاین یک بار از خود پرسان کنیم که امروز چقدر استفاده سو از مال ملت و بیت المال صورت میگیره. همراهی من کنین. بعد از وقفه کوتاه دوباره در خدمتتان قرار. خوش آمدین دوستای عزیز. صحبت از فاروق اسلام است. حضرت عمر از تمام خصوصیاتش دور ما انتخاب کردیم. یکی خوف از خدا و یکی هم عمل بر عزیمت میکرد. خوفش به حدی بود که از شدت گرسنگی از شیر بیت المال استفاده نمیکرد. حضرت ابو موسی اشعری 1 درهمی بیت المال به نواسه حضرت عمر میته.
یک درهمی بیت المال افتیدگی می باشه، این به نواسی حضرت عمر میته که خوبی است و حضرت عمر زندگیش وقف است، وقف مسلمین است، حق داره بر بیت المال خودش استفاده کنه، بچهش استفاده کنه، زنش استفاده کنه. نواسیش یک درهم از بیت المال به نواسی حضرت عمر میده. وقتی این درهم به دسترس عمر رضی الله تعالی عنه قرار میگیره، انقدر عصبانی میشه، میگه میخواین آتش دوزخ ما بخوریم، میخواین آتش دوزخ استفاده کنیم، یک درهم عاجل میگه ایره به بیت المال انتقال بدین، عاجل ایره به بیت المال بسپارین. پس دوست عزیز، برادر عزیزی که در ادارات دولتی و نظامی و امنیتی کار میکنی، پس یک بار از خود بپرس این موتری که تو سوار شدی در رفع حوائج شخصی خود وقتی استفاده میکنی، خانم خود، خانواده خود حمل و نقل میکنی، سودای خانه خود میبری، تیل از این را به بازار میفروشی و عرضه میکنی، پیش خدا در مقابل 18,000 عالم و حق 35 میلیون نفوس مظلوم افغانستان چگونه میخواهی داد؟ یک پارچه و یک ورق، یک کاغذی که از دفتر اضافگی میکنه اجازه انتقال به خانهش نداریم. چرا؟ این مال بیت المال است. مال بیت المال خطرش به حدی است که مال سرقت نیست. وقتی ما میخوایم دزدی کنیم مال یک فرد دزدی کردیم، لکن وقتی اختلاس میکنیم ما مال 30 میلیون نفوس اختلاس کردیم و الله حق بنده را نمیبخشه. 30 میلیون نفوس، یتیم، بیوزن، هردم شهید، بیچاره، بیکار، بیروزگار، مجنون، خوب، بد، کلان، خرد، عالم، جاهل، همگی در یک ورقی که در دفتر تو استفاده شخصی میکنی حق دارد. آیا تو میتونی از 30 میلیون بری معذرت بخوای، بخشش بخوای؟ و یک تعدادی از این زیر خاک است، از او چه رقم معذرت میخوای، بخشش میخوای؟ یتیمی از او زنده هست، بیوزنی از او زنده هست. پس دوستای عزیز، با هم احترامی که به شما دارم، این مورد دست کم نگیرین. کسایی که از تیل بیت المال مثلا موتر میبرن، از تیل ازی به اصطلاح چی میکنن؟ استفاده سو میکنن، تیل ازی را به فروش میرسانن. او کسی که تیل میخره، کسی که عرضه میکنه، یا مواد خوراکه را مثلا از ارگانهای دولتی وقتی اضافگی میکنه ایره به شکل مخفیانه انتقال میتن در برخی دکانها و اینا خریداری میکنن به قیمت پایین و بعد به دیگرها و قیمت پایین تر عرضه میکنن. اینها همه حرام است. مال سرقت و بیت المال و اختلاس تملیک ده او نمیایه. وقتی تملیک نمیایه به شکل مشروع این پول در دستم نامده، پس این فروشش حرام است، خریدش حرام است، استفادهش حرام است. پس کسی که موبایل کسی را دزدی میکنه به دیگرها میفروشه، خریدن این موبایل حرام است. چرا؟ تملیک ده این نمیایه. این مال به شکل مشروع از صاحب اولش بیرون نشده که در اختیار ما داخل شود. پس مال بیت المال هم خرید و فروش حرام است. کسی که میفهمه این مال حرام است، مال ملت است، خریدن بر او حرام است و عرضه کردن هم حرام است. پس متوجه باشین دوست عزیز. یک صحابی یک مقدار پنبه عجله میکنه، پیش از اینکه مال غنیمت تقسیم شود یک پشتار پنبه به خانه خود میبره، خیلی تو شکل یاف جور کنه. پس آن متوجه میشه که او چی گپ شد، اشتباه کردی، تو خطا کردی. دوان پیش پیغمبر سید میخو این وقت است که گپ از گپ گذشته. 10,000 صحابی بود، مال بیت المال تقسیم شد، کلش رفت خانه هایش خود. پیش پیغمبر سید میگه فدایت شم یا رسول الله، ما خواهم اشتباه کردیم، چی کار باید بکنم؟ میگه این پنبه، این پشتارش در شانت میباشه، بیرق خائن در گردنت، در روز قیامت در حضور 18,000 عالم میایی، الله تو را خائن فریاد میزنه، صدا میزنه که تو در مال بیت المال خیانت کردی. پس من نمیتونم کاری بری تو بکنم. من کی میتونم 10,000 نفر جمع کنم، از کلش معذرت بخوایم، بخشش بخوایم که حقی تو ادا شود. پس امروز از پولش
از وسایلش، از موترش، از تیلش، از مواد خوراکی دفتری کار میکنیم استفاده میکنیم، مطمئن باشین این استفادهش بر ما حرام است. پس حضرت عمر وقتی اجازه نمیده یک درهم به نواسیش از بیت المال داده شود، حضرت عمر که اجازه نمیده یک جرعه شیر از مال بیت المال به معدهش بره، آیا با ما اجازه هست؟ خودش خلیفه مسلمان است. پس امروز خوشگذرانی ها و عیف و میلی که صورت میگیره از مال ملت و بیت المال، پس پیش خدا چی جواب خواهی داد؟ برادر عزیز، جناب رئیس، جناب وکیل وزیر و جناب مدیر و امثال از اینا، پس تو چگونه نزد الله وقتی حشر شوی جواب این همه خیانتی که در حق مال ملت کردی، در بیت المال کردی، اختلاس کردی، سود خوردی، رشوت دادی و رشوت گرفتی، چی جواب میدی؟ به هر صورت روزی از روزها این نکات واقعا جالب است. حضرت علی حضرت عمر فاروق میبینه بر یک مرکب سوار است، بسیار تیز میدوه، مرکب هم سرش برهنه است، سرش خشک است، بر بالای مرکب سوار است و بالاخره دوان میره. یا امیرالمومنین کجا روان استی؟ میگه یک شتر بیت المال گم شده است، میخوام شتر بیت المال پشتش برم پیدا کنم. میگه مامورین خدا وظیفه بده، مامورین خدا. میگه مامورین در روز قیامت مرا از عذاب خدا نجات داده میتونه؟ مال بیت المال گم شوه، ما پیش خدا چی جواب بدم؟ یک شتر بیت المال گم شده، میخوام پیداش کنم که پیش خدا خائن قرار نگیرم. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. حضرت عمر روزی از روزها از فراز منبر به طرف یاران خود، دوستای خود، اصحاب نبی میگه آیا شنیدین؟ اطاعت میکنین؟ یک نفر بلند میشه از جایش، لا سمعا ولا طاعتا یا عمر. وقتی فرامین و دساتیری را اجرا میکنه حضرت عمر، یک نفر بلند میشه میگه نه گپ تا میشنوم نه اطاعت میکنم. خلیفه مسلمانان، امیر مؤمنین، یک فرد عادی بلند میشه اعتراض میکنه، میگه چرا؟ ما چی جرم و گناهی را مرتکب شدیم؟ میگه به خاطری که دیروز مال بیت المال تقسیم شد، توته لباس به ما چی شد؟ رسید و او توته لباس امشب تا به صبح کوشش کردم برای خود لباس بسازم، نتانستم، ولی امروز ببینم که تو از اون توته لباس خوب ساخته ای، به جانت است، ما از تو اطاعت نمی کنم، تو خیانت کرده ای، تو به خود زیاد گرفتی به ما کم دادی. دوستای عزیز، حضرت عمر چی میگه در مقابل ازی جوان که اعتراض میکنه؟ واقعا اعتراضم بجاست ظاهرش. تو تا لباسی که به ما دادی، به ما لباس جور نشد، به تو چرا جور شد؟ اعتراض است. عمر چی جواب میده؟ با شما بعد از وقفه کوتاه شریک میسازم. خوش آمدین دوستای عزیز. باز هم سخن از فاروق اسلام است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی خطبه را ایراد میکنن، کسی اعتراض میکنه میگه نه میشنوم نه اطاعت میکنم، چون تو خائن هستی. از لباسی که به ما تقسیم شد از بیت مثلا از مال غنیمت به ما لباس ساخته شد، به تو چرا شد؟ حضرت عمر به فرزندش عبدالله میگه جوابی از این برادر بده. عبدالله در کنار عمر میآید، رشته سخن میگیره، میگه بله اعتراض شما بجاست. تو لباسی که من هم در این جهات اشتراک کرده بودم، به من هم رسیده بود، به پدرم هم رسیده بود، به شما هم رسیده بود، این به یک انسان لباسی موزون ساخته نمیشد. شب هر کدام کوشش کردیم که برای خود یک لباس جور کنیم که فردا بپوشیم، نشد. بالاخره من حق خود به پدر خود بخشیدم. تو لباسی که حق من بود از مال غنیمت به پدر خود بخشیدم و بالاخره از دو لباس یک لباس به پدرم ساخته شد. بعد از اوی جوان بلند میشه میگه الان سمعا و طاعتا یا عمر، اکنون میشنوم و اطاعت میکنم. پس امروز او کسایی که در رأس قرار دارند، سرنوشت مردم مظلوم در اختیارشان است.
پس یک بار بپرسن که لباسی را که به اولاد خود میخرن، به زن و فرزند خود، غذایی را که به خود به خانواده خود میتن، آیا او مسکین و او یتیم و او هر دم شهید، او کسی که فرشش روی آب و زمین نمناک است، از شدت گرسنگی طفلش سوی تغذی شده، شیرش خشک شده، آیا از خود پرسان کردن که به حل مشکل ازی هموطن و ازی کسی که من نزد خدا مسئول هستم باید جواب بدم چقدر رسیدگی کردم؟ این که میبینی غلاف آدمن، نیستن آدم خلاف آدمن. ما یک پوستی را از خود بر خود کش کردیم و نام خود انسان و مسلمان ماندیم و به معنی واقعی ما از کوچه انسان و اسلام نگذشتیم. یک سری بزنین به شفاخانه ها، از وضعیت مریضا یک دیدار بکنین. کسایی هستند که به خون نیاز دارند، در اثر کمبود خون و مشکلات اقتصادی جان میتن، میمرن. به زندان ها سر بزنین. کسایی هست که 20 سال 15 سال، چون این بخششی ها کلش بر مصلحت استوار است. وقتی بخشش میشه در عفو عمومی در برخی مناسبت ها از طرف رئیس جمهور و امثال از اینا، وقتی بخششی ها میایه، اینا هم به مو قلدرا و مو خائنا و مو ظالما به اصطلاح چی میشه و تطبیق میشه. و انسان هایی هستند که 20 سال 15 سال بیدین کدام جرم و جنایت بندی هستند، کس کوی ندارن، پول ندارن، ورقشان بلند نمیشه. و ما انسان ها را میشناسیم. برین به دارالایتام سر بزنین. پدر نداره، مادر نداره، حتی دارالایتامی را ما سراغ داریم که باور کنین کسایی هست که هیچ کس کوی نداره، معلوم نیست کاکایش کیست، مامایش کیست، نه پدر نه مادر، کلش از یک سر شهید شدن. یک بار پرسان کردی لباسش چطور میشه، غذاش چطور میشه، تعلیمش چطور میشه، مصرفش چطور میشه؟ آیا بر ما حق نداره؟ آیا بر حکومت حق نداره؟ و ده ها موارد دیگر که ما واقعا پیش خدا مسئول هستیم و جوابدهی باشیم در مقابل ملت مظلوم و بیچاره خود. به هر صورت حضرت عمر به حد خوف داشت که خود را بر دیگران، مشکلات خود را بر دیگران ترجیح نمیداد. روزی از روزها غذای پیشش آورده شد از بیت المال، بحثی از شیر شد، غذای آورده شد که حضرت عمر وقتی که دید مقدار گوشت بود، گفت به خدا قسم تا وقتی که امتی رسول الله از گرسنگی و فقر و فاقه نجات پیدا نکنه، من جز نان خشک و نان جو خشک دیگه چیز نمیخورم. ببریم قربان 40 روز است که تو جز غذای خشک دیگه چیز نخوردی. یک لقمه بگیر، ضعیف شدی، چشمایت خانه کرد، چهرهت زرد گشته. میگه نه به خدا قسم تا وقتی که امت پیغمبر از فقر و فاقه نجات پیدا نکنه من غذای چرب و غذای قوی نمیخورم، اما نان خشکم میخورم. این اکابر ماست، این بزرگای دین ماست، این کسایی است که ما به او اقتدا میکنیم و از او شخصیت خود تشکیل میدیم و از اونا پیروی میکنیم. به هر حال دوستای عزیز، روزی از روزها حضرت عمر رضی الله تعالی عنه طبیب برش توصیه میکنه، میگه تو مریض هستی، علاج تو عسل است، علاج تو عسل است، تو عسل بخود تو جور میشی، تکلیفی که تو داری به دیگه چیز جور نمیشه. حضرت عمر میگه من خو عسل ندارم، عسل در بیت المال است، من از بیت المال چیزی را استفاده نمیکنم. میره در منبر استاد میشه، از فراز منبر به طرف یارای خود خطاب میکنه که من مریض هستم و طبیب مرا به استفاده عسل مشوره داده و من چیزی عسل ندارم جزی که در بیت المال عسل است پیش من نیست. آیا اجازه تان است یک چند قاشق از می عسل بیت المال بگیرم؟ حاضرین همگی سرشان فرو میره در زمین، اشکایش میریزه، همگی گریه میکنه، میگه خلفای بعد از خود را واقعا در مشقت انداختی. بله تو از مسلمان هستی، بیت المال است، تو اجازه داری از عسل استفاده کنی. اول از مسلمان ها اجازه میگیره که 2 قاشق عسل طبیب برم توصیه کرده. این عمر است، این خلیفه اسلام است،
این عمر عادل است رضی الله تعالی عنه. پس در مقابل آن چی که گفته شد 3 چیز اضافه میکنیم. اگر میخواهیم به عمر اقتدا کنیم، اگر میخواهیم الگو و قدوه خوبتری داشته باشیم، اول مسئولیت داریم بیاموزیم. اگر ما نمیاموختیم نمیشناختیم عمر کی بود. اگر ما علم حاصل نمیکردیم نمیشناختیم ابوبکر کی بود، نمیشناختیم پیغمبر کی بود. پس اولین مسئولیت ما شناختی چی هست؟ شناختی واقعی، شناختی بهتر، شناختی مثبت. بین به مجالس علمی روی بیاریم. الحمدلله در هر جا حلقات درسی وجود داره، حلقات تفسیر، حلقات حدیث، فقه و عقاید و امثال از اینا. بریم مراجعه بکنیم. علمای محبوبی داریم، حفاظ محبوبی داریم، در اطراف جمع شویم. میخوایم تفسیر بخوانم، میخوایم فقه بخوانم، سوره های نماز میخوایم با تجوید با صوت و لحن بخوانم. برید رجوع بکنین. دین و دنیایتان الله بیمه میکنه. اولین چیزی که ما را به الله نزدیک میسازه که به علم نتوان خدا را شناخت. چوش هم از پی علم باید گداخت که به علم نتوان خدا را شناخت. به این علم دین حاصل کنیم. دوم دوستای عزیز، در کارها با کسی مشوره کنیم که از خدا میترسه. هر کاری که انجام بدیم، کار دین باشه یا دنیا باشه، با کسی مشوره کنیم که از خدا میترسه. انسانی که از خدا ترسید مشوره خوب به ما میده. انسان خدا ناترس به ما مشوره غلط میده. نکته سوم، نظر خود کنترل بکنیم. به ما اطمینان میآید، سکون میآید. انسانی که چشمش کنترل نمیشه همیشه مضطرب و پریشان و نگران است. انسانی که چشمش در اختیار و در کنترلش است، انسانی چی هست؟ انسانی با اطمینان و با سکون و با وقار است. پس نظر خود کنترل کنین از نامحرم، نظر خود کنترل کنین از افلام مبتذل، نظر خود کنترل بکنین از دیدن چیزهایی که به ایمان و اخلاق ما صدمه وارد میکنه. پس این 3 درس را در ختم زندگی نامه فاروق اسلام با شما به عنوان تحفه و هدیه شریک ساختم. انشاءالله جلسه آینده ما سخن از عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه است. از اینکه تا این با ما بودین از همه شما سپاسگزار هستم. شما را به خداوند یک توبه همتا تا دیداری بعد و برنامه بعد امانت میسپارم. خدا نگهدار.